طی جنگ جهانی اول ایران در فقر و گرسنگی و قحطی و وبا و آنفلانزا دست و پا می‌زد. حدود 1/3 جمعیت ایران از بیماری و گرسنگی از بین رفتند. دولت احمد شاه قاجار هیچ کنترلی بر کشور نداشت و نیروهای اشغالگر انگلیس و روسیه هر بلایی که دلشون می‌خواست بر سر ایران می‌آوردند. در این میان عوامل انگلیس در داخل ایران از ترس قدرت گرفتن روس‌ها تصمیم گرفتند که در تهران کودتایی به راه بیندازند و سید ضیا رو که مورد اعتماد انگلیسی ها بود رئیس دولت کنند. خب برای کودتا به نیروی مسلح نیاز بود. برای همین به رضاخان که فرمانده قوای قزاق بود پیشنهاد دادند و او هم پذیرفت. به این ترتیب رضاخان در 3 اسفند 1299 کودتا کرد بدون خونریزی. پس از اون احمد شاه سید ضیا رو نخست وزیر کرد و پاداش رضاخان مقام وزارت جنگ بود و کسب لقب سردار سپه. بیشک عوامل انگلیس کودتا رو به خاطر منافع خودشون راه انداختند، اما رضاخان کسی نبود که مطابق منافع اونها پیش بره. رضا شاه تقریبا از روز اول با انگلیس در میفته وقتی که میاد سر کار، و اینکه بگیم اون نوکر سرسپرده انگلیس بود که میگفتن، یا شاه نوکر سرسپرده امپریالیسم بود که میگفتن، به گمان من غلطه. اتفاقا هم انگلیس‌ها به شدت از رضا شاه متنفر بودن، چون آدم قلدری بود، آدمی بودش که تبعیت نمی‌کرد، حرف شنوی نداشت. هم رضا شاه به شدت از انگلیس‌ها متنفر بود. ولی این که تصور بشود که با آمدن رضا شاه یا رضاخان اول و سپس رضا شاه از همون آغاز هرچه انگلیسی ها میگفتند و انجام میداده با واقعیات تاریخی نمیخوانه. او افسران و مشاوران نظامی انگلیس را از کار بیکار کرد. کشور ایران کاملا نابسامان و به هم ریخته و ناامن بود. خب دولت مرکزی مثلا قزاق و ژاندارمری و نظمیه داشت، اما هیچ کدوم سر و سامانی نداشتند و در اون موقع خوانین و اشراف و قبایل و عشایر هر کدوم برای خودشون مردان مسلح و سواران تیرانداز داشتند و خودشون هر کاری دوست داشتند میکردند. دولت قدرتی نداشت. مهمترینش خوزستان بود که فردی به نام شیخ خزعل با حمایت انگلیسی ها کنترل خوزستان رو به دست گرفته بود، مخالفانش رو سرکوب میکرد و خودش همینجوری با انگلیس قرارداد نفتی امضا میکرد. در مازندران و مناطق شمال کشور امیر مؤید سوادکویی فرمانروایی میکرد. در گیلان و منجیل و اینها نهضت جنگل و میرزا کوچکخان اصلا جمهوری سوسیالیستی ایران تأسیس کرده بودند و میرزا کوچکخان برای خودش رئیس جمهور بود. در آذربایجان شیخ خیابانی در تبریز قیام کرده بود و برای خودش دولت تأسیس کرده بود. در کردستان اسماعیل آقا سیمیتکو خودش رو شاه کردستان خوانده بود و بر مناطقی از آذربایجان و کردستان حکومت می‌کرد. در بوشهر و اصفهان و کرمان هم کسان دیگه ای بودند. خلاص ایران دیگه یک کشور نبود، یک دولت نداشت و از هم پاشیده بود و هیچ کجا امنیت نبود. خوزستان و کردستان و گیلان عملاً از ایران جدا شده بودند. تازه بعد از کودتا در خراسان هم کلونل محمد تقی پسیان اون هم شورش کرد و کنترل خراسان رو به دست گرفت. یعنی ایران به معنای واقعی شیر تو شیر بود. رضاخان سردار سپه نیروی مسلح دولت رو یک پارچه کرده و برای ایجاد یک قدرت مرکزی نیرومند یکی یکی قدرتمندان محلی رو وادار میکرد که مطیع دولت مرکزی باشند یا اونها رو شکست میداد و از میان بر میداشت. مثلا همون شیخ خزعل رو داد از خوزستان شبانه یواشکی دزدیدند و به تهران آوردند و بعد هم داد یواشکی کشتنش و خوزستان رو از شر شیخ خزعل نجات داد. حتی سفیر بریتانیا از بغداد تلگراف زده بود که خزعل از آن ماست، از آدمهای ماست و مورد پشتیبانی ماست و او رو آزار ندهید و برکنار نکنید، ولی احساس ملیگرایی و ناسیونالیسم و فکر ایجاد ایران یک پارچه در میان پیرامونیان رضاشاه و شخص رضاشاه آنچنان توانا بود که به این پیام بریتانیا چندان توجهی نکردند. رضاخان دونه دونه قوانین مسلح رو سرکوب کرد و امنیت رو به کشور برگردوند.
این وسط برخی زمین‌های این مالکان رو ازشون گرفت و اونها رو مال خودش کرده. یعنی همینجور که امنیت رو افزایش میداد، ثروت خودش رو هم می‌افزود. حالا چرا رضاخان چون این حرصی برای تصاحب زمین داشت معلوم نیست. 1 سالی از کودتا نگذشته بود که سردار سپه وقتی دید دولت مخارج نیروهای نظامی رو پرداخت نمی‌کنه، همچین خودش دست به کار شد. گاری پول گارد شاهنشاهی انگلیس رو که داشت برای دولت ایران میرفت ضبط کرد و تحویل حسابداری قوای نظامی خودش داد و رسید دریافت اون رو هم برای بانک انگلیس فرستاد. عرضه و لیاقت رضاخان در برقراری امنیت کشور چیزی بود که بر چشم همگان آشکار بود، در حالی که کسی عرضه اداره دولت را نداشت. او پس از 2 سال خدمت در پست وزارت جنگ به مقام نخست وزیری رسید. احمد شاه هم که مدام با قرض گرفتن از اروپایی ها به اروپا می رفت و به فکر خودش بود و عملا رضاخان ایران را اداره می کرد و هیچ کس دیگه چنین عرضه‌ای نداشت. با روی کار اومدن آتاتورک در ترکیه و برقراری نظام جمهوری در اون کشور، رضاخان هم به فکر نظام جمهوری افتاد و البته خیالش راحت بود که کسی جز او رئیس جمهور نخواهد شد. کسانی با تأسیس جمهوری مخالفت کردند، کسانی مثل میرزاده عشقی. میرزاده عشقی در روزنامه خودش بر علیه جمهوری نوشت، اما رضاخان مصمم به برپای جمهوری در ایران بود. او روزنامه میرزاده عشقی رو بست و او رو هم ترور کرد. اما مخالفت‌های آتاتورک با مظاهر اسلامی و محدود شدن روحانیون در کشور ترکیه خبرش به ایران هم رسید و برای همین روحانیون ایران به شدت با برقراری نظام جمهوری در ایران مخالفت کردند و اون رو غیر اسلامی دونستند. رضاخان دیگه در برابر مخالفت روحانیون نتونست بیش از این بر جمهوری اصرار کنه. خلاصه 2 سال از نخست وزیری رضاخان گذشته بود که مجلس به انقراض سلسله قاجار رأی داد و خاندان پهلوی رو به عنوان خاندان سلطنتی ایران انتخاب کرد و به این ترتیب یک سلسله پادشاهی بدون جنگ و خونریزی و با رأی مجلس به روی کار اومد. رضا شاه 16 سال شاه ایران بود و چنان تحولی در سرتاسر ایران رقم زد که چون این رشد و سازندگی رو ایران در طی 130 سال سلطنت قاجار هرگز به خود ندیده بود. او با بکارگیری یک سیستم مالیاتی بر واردات قند و شکر و چای مالیات بست و پولش رو صرف ساختن راه آهن سراسری نمود. او راه آهن رو نه طبق خواسته انگلیس بنا کرد و نه با کمک انگلیسی ها علم کرد. او برای ساخت راه آهن از مستشاران امریکایی و آلمانی استفاده کرد و 50,000 کارگر ایرانی رو به کار کشیدن راه آهن مشغول کرد. علاوه بر اون راهسازی بین شهرهای ایران هم اجرا شد و هزاران نفر هم به کشیدن جاده در بین شهرها مشغول شدند. با بیل و کلنگ تونل می‌کندند و بر دره ها پل می‌ساختند. پل ورسک و تونل کندوان معروفند. این کشور دیگه اون کشور خمود و بیمار گذشته نبود و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور مدرن بود. شهرها ساخته شدند، ثبت اسناد برای تعیین مالکیت اموال مردم و ثبت احوال برای تعیین نام خانوادگی و صدور شناسنامه تأسیس شد. نخستین قانون مدنی کشور بنا نهاده شد تا دیگه شکایات و قضاوت مردم به صورت قانونی و مدون صورت بگیره. کانون وکلا بنیان گذاری شد و دادگستری در ایران بنا شد. یعنی روابط اجتماعی مردم دگرگون شد و اینجوری عملا نقش روحانیون در روابط اجتماعی بسیار کمرنگ شد. رضا شاه معتقد بود که مثل آتاتورک در ترکیه که تجدد در ایران با محدود کردن مذهب به عرصه خصوصی میسر. بلاغه یعنی بایستی دست آخونده رو از نظام حقوقی قطع کرد، باید دستشون از نظام آموزشی قطع کرد، باید اونها رو نفوذشون رو در اوقاف محدود کرد، باید دستشون رو از عرصه اجتماعی محدود کرد. این که بتونن تصمیم بگیرن زن در جامعه ایرانی چجوری لباس میپوشه، معتقد بود حق آخوند نیست، این حق قانونه.
اونطوری که در اتاتورک نذاشت این کار رو بکنن، در ایران هم محمد رضا شاه نذاشت و به طور جدی محدود کرد. تعداد مساجد رو تقریبا 1/3 کمتر کرد، مساجدی رو به مدرسه تبدیل کرد، یه مسجد رو حتی بخواست به اپرا تبدیل بکنه. دست آخونده رو از نظام قانونی کاملا قطع کرد. دانشکده حقوق را انداخت، دانشگاه تهران را انداخت که در اون یک مسجد اجازه ساختنش رو نداد. زنان ایران که پس از حمله اعراب در پستو و اندرونی عملا زندانی بودند و از تحصیل و امکانات اولیه یک شهروند محروم بودند، رضا شاه در واقع به زور و با قلدری زنان را از پستو بیرون آورد و حجاب را از سرشون کند و به زور زنان را با حقوق اجتماعیشون آشنا کرد. هیچ کس هم جز رضا شاه عرضه چون کاری رو نداشت. اون سیستم خانسالاری و ملوک و توایفی که خوانین هر کاری دلشون میخواست میکردند برچیده شد و کشور قانونمند شد. جنگل‌ها و مراتع کشور ملی اعلام شدند. پالایشگاه بزرگ آبادان ساخته شد. نظام وظیفه و خدمت سربازی در کشور تعیین شد و با خرید تجهیزات پیشرفته نظامی مثل هواپیماهای نظامی از آلمان، قوای سگانه ارتش ایران شکل مدرن پیدا کرد. شهربانی تأسیس شد. سیستم بانکی کشور بنیان گذاری شد. بانک ملی ایران و بانک کشاورزی و بانک سپه تأسیس شدند. سازمان بیمه ایران ایجاد شد. صنایع ماشین سازی و نساجی گسترش یافتند. رادیو ایران تأسیس شد. خبرگزاری پارس را افتاد. نخستین موزه ایران افتتاح شد. با کشف آثار تاریخی ایران از دوران شکوفایی هخامنشیان، حفظ و مرمت آثار باستانی در دستور کار قرار گرفت. چهره شهر و لباس مردم به شکل مدرن درآمد. اداره بهداری تأسیس شد. سیستم نظام پزشکی بنا شد. طرح واکسیناسیون اجرا شد. بیمارستان‌های بزرگ ساخته شدند. سازمان شیر و خورشید به راه افتاد. آموزش کودکان را از شکل بدوی مکتب خانه و ملاباشی تغییر داد و نظام آموزشی مدون و مدرن تأسیس کرد و تحصیل را برای کودکان اجباری کرد. برای پرورش معلم دانشسرای عالی و مقدماتی تأسیس کرد. دانشگاه تهران به سبک مدرن تأسیس شد و علاوه بر اینها هر سال 100 دانشجو با وام دولتی برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد. در شهرها خیابان و پیاده‌رو و میدان ساخته شد و چهره شهرها تغییر کرد. مقررات رانندگی و دوچرخه سواری و نظام اتوبوس رانی شهری به راه افتاد. هنرسرای موسیقی و فرهنگستان ایران تأسیس شد و مهمتر از همه یکپارچگی ایران حفظ شد. این است که ما برای دومین بار در دست کم تاریخ 500 ساله گذشته ایران با دو شخصیت روبرو هستیم که یکی نادرشاه است که او در جمع کردن ایران و حفظ ایران نقش بسیار بزرگی داشته و سپس رضا شاه که همین نقش رو در دوران مدرن ایفا کرده، یعنی در واقع ایران رو جمع کرده، توانسته امنیت رو به وجود بیاورد و هر دوی اینها در پایان کار نامآور شدن به اینکه مالندوز بودند و خودکامه، ولی به هر روی خدمت اونها رو به جامعه نمیتوان نادیده گرفت. 24 اسفند سال روز تولد رضا شاه رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.